روز یکشنبه در چند از شهر و منطقه های روسیه به حمایت از فعال سازمان روسیه باز آناستاسیا شفچنکو نمایش اعتراضی برگزار شد و در رابطه با قضیه سازمان های نامطلوب در حبس خانگی است. مقامات شهر مسکو با بهانه اینکه عریضه دیر دسترس شد به برگزاری تظاهرات در پایتخت روسیه اجازت ندادند. نمایش اعتراضی به گشت و گذار در خیابان‌ها عوض شد. به قول تشبسکاران در این معرکه بیش از 1,500 نفر اشتراک کردند، ولی مقامات آنها را 400 نفر شمردند. آدمان به نشان همدردی با آناستاسیا شفچنکو که چند پیش دخترش را از دست داد در لباس خود رمزی دل را با رنگ سیاه چسبانده بودند. من در نوبت اول همین کودکان از جمله فرزندان خودم را محافظت میکنم. چرا؟ برای آنکه کشور ما سراسر از سرکوب و بیرحمی شده است. در آغاز نمایش اعتراضی ماجرا سر زد. عضو جنبش سالیدارنوس میخائیل کریگر و رهبر جنبش سرب گریشا تراسیویچ با هم جنجال کردند. بعد آن کریگر دستگیر شد. دیرتر تراسیویچ را هم برای یک زنازنه دیگر بازداشت کردند. حامیان حقوق از آویده اینفا گفتند که اینچنین 3 فعال جنبش آزادی بخش ملی به شعبه پلیس برده شدند. در مجموع مقامات حفظ حقوق عملاً به نمایش اعتراضی دخالت نکردند. به اطلاع پایگاه فانتانکا در نمایش اعتراضی در شهر سنت پترزبورگ به کمیش 7 نفر بازداشت شده است. این نمایش اعتراضی هم بدون اجازه مقامات برگزار شد. در آن حدود 150-200 نفر اشتراک داشتند. پلیس شهر سنت پترزبورگ با تهدید استفاده نیروی جسمانی از اشتراکداران نمایش اعتراضی خواست که پراکنده شوند. جمع شده ها مسیر خود را تغییر داده در کوچه ها آرام و بدون شعار راهپیمایی کردند. شکنجه و تعقیب آدمان برای عقیده، برای کدام یک نظر ما دهشت‌آور است. نباید چنین باشد. برای همین من علیه شکنجه برآمدم. مارش خشم مادران اینچنین در شهر یکاترینبورگ، یاروسلاول، قزان، مخچکالا، کیروف و راستاوی لبیدان برگزار شد. آناستاسیا شفچنکو روز 23 ژانویه دستگیر شد. دادگاه به شفچنکو اجازه نداد که به عیادت دختر 17 سالش برود که آخرهای ماه ژانویه امسال در شعبه احیاگری درگذشت. مقامات روسیه تنها روز 31 ژانویه در عرفه فوت دخترش به او اجازه دادند که در شفاخانه دخترش را ببیند.